برادر عزیز، انا اون امری که میکند و تو گردن تاب میتی، انا اون امری که پدر بالای تو میکند و تو قوقها تا جانب او حواله میکنی، انا همون امر پدر امر خداست. برادر عزیز، یا صدا میزند گوشهات در حالت کرین اندازی گویا نشنیدی؟ اما صدای همون همچنان است که الله تو را امر دارد. میکن تو طواف آسک پای پدرت، با امر خدا برابر است امر پدر. خوشنودی حق است، رضای پدرت. الان پدرت تو خوشنود میکنی، همون پدرت تو از خودت راضی میکنی، همچون تصور کن که الله میگه من از تو خوشنود شدم، من از تو راضی شدم. برادر عزیز خوب توجه کن. عادی میگویم خداوند در سوره مبارکه نیسا برادر عزیز آیت 69 او میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یطیع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. برادر عزیز اگر تو پدرت از تو راضی باشد، اگر مادرت از تو خوشنود باشد، پروردگار میگوید این معنای او را دارد که تو اطاعت خدا کردی، تو اطاعت رسول کردی. تو وقتی اطاعت خدا و رسول کردی یعنی پدر و مادرت از خودت خوشنود کردی، راضی گردانیدی. الله چی گفت؟ من روز قیامت تو بر این فرزنده مع النبیین، ببین مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، روز قیامت تو همراه محمد صلی الله علیه و سلم هستی. خداوند وعده دارد تو همراه محمد، همراه ابراهیم، همراه اسحاق، همراه موسی، همراه زکریا، چند عدد پیغمبر دارم، در حلقه اونها تو را جای میکنم. وقتی تو اگر پدر و مادرت احترام کنی، خدا میگه حلقه پیغمبرها را میپرتامد، حلقه شهدا، اون شهیدهایی که در راه خدا کشته شدند، حلقه راستگوی ها که در دنیا یک بار دروغ نگفتند، حلقه آدمای صالحی که یک وجب راهی نادرست قدم نزدند. خدا میگه این 4 حلقه دا من تو را برده جای میکنم. وقتی تو اگر احترامی پدر و مادرت به جای بیاری، میفهمیم؟ تاجیکی میگویم، عادی میگویم، ساده میگویم، به خاطر که امروز در خانه برادر عزیز چند سوال هایی که میکشاییم همه نارضایی پدر و مادر از فرزند هست. چه سخنهایی در اونجا هست. بعضی هاش حتی بیان کردن که دادر من هم چگونه که خودم امروز مورد به احترامی در پیش فرزندهای خود قرار دارم، دادرم همچنان در خانهش قدر نداشت، قیمت نداشت. وقتی این دادر من از دنیا گذشت، همون فرزندهای بیوفاش در خانه گفت در خیراقوم رفته صورت او را در قالین زدن و بلند گذاشتن، دیگرها فهمند که گویا که این پدر حرمت کرده است. دادر عزیز یک سومه که انسان در حال حیاتش میدهد اون بهتر است از 1000 سومه که از پسی تو خیر میکنی. او یک خدمتی که تو در حال حیاتی بکنی اون بهتر و خوبتر است همه خانات اگر پر از صورت قالین دار کنی. چه فایده دارد؟ چه حاجت است؟ در خیراقوم سناتور شفا است. آقای قالین تو با کی در کار؟ بردار سناتور شفا استراحت در پرتاش. الان خدمت این از خدمت، این صورت کشیدن و بعد سری او ریا کردن، اینا دادر عزیز به فایده جان شما نیست. اگرچنده که امروز طبیعت آدمی همین قبول کرده است، ما همه خدمت ماند بعدی مردن بکنیم. چی در کار؟
و میلش بکن، ما بعد مردنش هم جانب داریم، تو طلب مغفرت کن در حقش، نماز خوان، خیر احسان کن، لیکن اکثریت این خدمت ها را در حال حیاتیش بکن، در حال حیاتیش این خدمت ها را بجا بیار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صعد علی المنبر و قال آمین آمین آمین. بالای منبر برآمدند، چگونه منبرهایی که ما میبراییم، و 3 بار حبیب خدا آمین گفته برآمدند، 3 بار. قال اتانی جبرائیل و قال من ادرک احد ابوی فمات فدخل النار فابعده الله فقل آمین. فقلت آمین. حبیب خدا گفتند میدانین همون آمینه که من در منبر گفتم بهر چی گفتم؟ زمانی که من قدم در منبر میزدم جبرائیل آمده بود و برای من گفت هر نفری که در دنیا پدر و مادر دریافت بکند یا یکی از این دریافت بکند، باز این فرزند دوزخ می رود، خدای مهربان، جبرائیل دعا کردن، خدای مهربان از این گونه فرزند رحمت کنده کن، رحمت دور گردان. حبیب خدا میگوید امرم کرد جبرائیل فقل آمین، بگو آمین، بگو دعای مده. فقلت آمین، گفتم آمین. خدا همون فرزنده که در دنیا پدر و مادر را دریافت کرد و به قدر و قیمت اونها نرسید، محبتی که اون پدر و مادر نسبت این داشت، ببینید پدر و مادر چی 1 ساله باشی چی 50 ساله باشی، به نام خدا محبتش کنده نمیشود از تو، تا مردن تا دوستت میدارد. اگرچه امروز ما محبتی پدر و مادر را عوض کردیم با محبتی زن و فرزند هامان. حضرت جبرائیل گفتن خدا این گونه فرزند از رحمتش دور گرداند، بگو آمین. پیغمبر ما آمین گفتن. جوانای عزیز، حبیب خدا میگوید من بر والدی طوبی له زاد الله فی عمری. هر کسی که پدر و مادر را حرمت میکند، پدر و مادرش میبیند وقتش خوش میشود، یا پدر و مادر میبیند از جای خود میخیزد و در بهترین مکان پدر و مادر میشیناند، حبیب خدا گفت طوبی له، خوش به حالت. ببین خوش به حالت گفت، زاد الله فی عمری. حبیب خدا در حق تو دعا کرد، گفت خدایا عمر این گونه فرزند دراز کن، خدایا عمر این گونه فرزند دراز کن. پیغمبر دعا داد، اگر خواهی دعای پیغمبر پدر و مادر تا احترام کن، به نام پروردگار سخن پیغمبری خود، سخن الله حق است، خدا عمر تا دراز میکنه. بایزید بسطامی رحمت الله علیه، نام ایشان انسان باید پای به طهارت گیرد. چه تاریخی در حیات خودش گذرانیدند. من با باوری کامل میگویم که مثل بایزید خدمتی که بایزید کردن، الحال من قصهش گویم و بعد به جوانای امروزه خدمت بایزید بر جوانهای امروزه که مسلمانهای ما مقایسه کنیم. که بود مادرم در بستر خواب، دلش بیدار نام ذکر وحاب، و بالای سر آن نائیم، به دستم کوزه پر آب قائم. مبادا که به وهمی که مبادا آب گوید، مرا در دادن آبش بجوید. تمام شب بکردم انتظارش، 2 دستم خسته شد دل بیقرارش.
و وقتی صبح گشت از خواب بیدار که بودی تشنه لب آن آب تیار. بنوشید آب و گفت ای نیک فرزند نیاسایی چرا تو ای جگربند؟ شبی تار و دراز و کوزه بر دست چرا ننشسته ای شیدای سرمست؟ که از ترسی همان که آب بویی شوم غافل مرا هر سو بجویی. ز تأخیرت ملال آید به خاطر ز آزارت به جانم میرسد تیر. از آن دلیابی مادر سحرگاه گشاده شد دری اسرار الله. میسر شد مراد دل به حالت شدم مستغرق فیضان رحمت. حضرت بایزید میگوید شب مادرم آب گفت بچم آب بیار. کوزه در آب آوردم. مادرم که افگار بود و پیرانسال بود تا رسیدم که مادرم خواب بود است. مادرم که تشنه بود خواهش آب داشت از نزد سری او من بیرون نشدم. با دستهای خودم هم تا داشتم و در جام حتی ننشستم. دادر عزیز معامله بایزید با مادر بایزیدم بنده خدا بود. همین رنگ شما کله داشت چشم داشت پا داشت از جنس شما بود. او ملائکه نبود. بالای سر مادر ایستادم منتظر شدم. ببین چی مقدار منتظر شد. اگه تصور کنین اگر ساعت 10 شب خواب کرده باشه اگر 5 او زنهای مسلمان بودن 5 اگر بیدار شده باشد 7 ساعت بایزید در دست کوزه و در بالای سر مادر راست ایستاده است. و وقتی صبح گشت از خواب بیدار همون خواب غلطیدگی بامداد حضرتم صبح دمیدن میگه که بیدار. زمان بود آب دراز کردم آب خورد و مادر که غمخواره مادر که دلسوزه مادر که گویم که خیلی و خیلی نسبت فرزند اینقدر دلسوزی دارد که دیگر وی حد و کنار ندارد. شیر مادر که از تراویش های خونی جگر است. دادر عزیز شیر مادر که از تراویش های خونی جگر است. زین سبب هم مادران را سوزش دل دیگر است. آهن و پولاد می سوزد زی سوز مادری که دل سوزان او چون کره آهنگر است. بسیار دل سوز است. فرزندش که راستا دید و چی گفت؟ شبی تار و دراز و کوزه بر دست چرا ننشسته ای شیدای سرمست؟ آی شبی دراز ننشستی بالای سر مادر دراز استادی؟ حضرت بیان کردم ز ترس آن مبادا آب گویی شوم غافل مرا هر سو بجویی. ترسیدم که یکی آب گویی و من نباشم یکی آب گویی و من نشنوم. ز تأخیرت ملال آید به خاطر ز تأخیرم ملال آید به خاطر ز آزارت به جانم میرسد تیر. کم تا تأخیر کنم ملالی در وجود تو پیدا می شود. ببینید عقیده را ببینید اگر آزار بیابی همچنان است که بایزید هلاک شد. و این خاطر من بالای سر تو را گرفتم. دادر عزیز امروز باور کنید جوانای عزیز کدام ما و تو من باوری دارم 5 دقیقه در بالای سرش حالت نشسته دارم نشینی. اکثر پدر و مادرها بچه ها در حالتهای بی‌پروایی هستند که از دنیا میگذرند در حالت مرگ هاشون نیستند. ولی کجا حالتی بیمارداری؟ انا جوان مرد بایزید از جوان مرد میگوید ای چرخ بس لیل و نهار آوردی. ابو سعید ابوالخیر میگفت ای چرخ
بس لیل و نهار آوردی، گاه فصل بهار و گاه خزان آوردی. مردان جهان را همه بردی به زمین، نامردان را بر روی کار آوردی. اما نامرد شده، ای مردهای خدا را همه را زیر زمین بردی. امروز این بنده هایی که میبینی که 7-8 آیت قرآن برای سپارش اطاعت پدر و مادر است پروانه دارند. آخه تو نامرد نیستی؟ قصه بایزید برای تمام مسلمان های روی عالم باید درس باشد. دادر عزیز، همیشه از حال پدر و مادرت خبر بگیر. پدر و مادرت خبرگیری کن، همیشه رضاگیشان طلب کن. خدا خواهد رضای پدر و مادر که رضای خدا باشد. ناخوشنودی اونها که ناخوش